با مقصد سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با قطار دیگر مؤسسه‌های دولتی و خصوصی کشور نقشه چورابینی‌ها تهیه نموده برای گذراندن یک قطار چورابینی‌های فرهنگی مسئولیت خاص ظاهر می‌نماید. گفتن با مورد است که طبق نقشه چورابینی‌های تهیه نموده اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی خانه اینترنت بیماران روحی شهر ایسار نیز در بین کارمندان گذراندن آزمون‌های مؤسسه بهترین، حجره بهترین کاری، فروغ صبح دانایی و علم فروغ معرفت به راه مانده شد که آن جنبست گردید. مقصد از تشکیل و برگزاری این گونه چورابینی‌ها در بین همه قشرهای جامعه برای باز هم تقویت بخشیدن حس ملی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی می باشد. و در این ردیف امروز مؤسسه دولتی خانه اینترنتی بیماران روحی شهر ایسار تصمیم گرفته است که اولین شده چنین نمودی آزمون‌ها را دایر نماید و با این مقصد در مؤسسه طبق فرمایش دیرکتوری مؤسسه آزمون حجره بهترین باشندگان و اینچنین آزمون کارمند بهترین مؤسسه در همه سمت‌های فعالیت، یعنی کارمند بهترین آشخانه، کارمند بهترین در سمت طبی یعنی همشیره طب، کارمند بهترین خواجگی یا رسان، کارمند بهترین در سمت خواجگی و کارمند بهترین در سمت پرستار یعنی کارمندان اجتماعی را معین نماید. در آزمون کارمندان مؤسسه دولتی خانه اینترنتی بیماران روحی شهر ایسار با ذوق بلند کاری شرکت ورزیدند که در آخر از جانب راهبریت مؤسسه با تحفه‌ها و افتخارنامه‌ها قدردانی کرده شدند. برگزاری آزمون‌ها در همه مؤسسه‌های اجتماعی زیر ساختار اگنتی ادامه داده شده تا 1 سپتامبر غالبان معین و قدردانی کرده می‌شوند. امید است که برگزاری چورابینی‌های مذکور باعث بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های اجتماعی و طبی در مؤسسه‌ها گردیده باعث خاطرمان و سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلال دولت عزیزمان می‌گردد.